بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. سوگند به انجیر و زیتون و به فلسطین سرزمین رویش آنها، و سوگند به طور سینا، و سوگند به این شهر امن مکه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. که یقیناً ما انسان را در بهترین صورت و با فطرت پاک آفریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین. سپس او را که انحراف یافت به پست‌ترین مراحل پستی برگرداندیم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پس برای آنان پاداشی بی‌منت و پایدار است. فما يكذبك بعد بالدين. پس ای انسان، چه چیزی بعد از این همه دلایل روشن تو را به تکذیب روز جزا وامی دارد؟ الیس الله باحکم الحاکمین. آیا الله بهترین داوران و حاکم مطلق نیست؟